طبق عادت معمول لیلی شبها به پشت بام می رفت تا شاید رهگذرانی که دیگر برای او آشنا و محرم بودند پیامی از مجنون برایش بیاورند. چند شب گذشت و پیامی نرسید. ترسید و نگران حال و سلامتی مجنون شد تا اینکه از دایه اش شنید مردم شهر میگویند مجنون از نجد رفته است. پدرش از ترس داروغه او را به خانه برده است. لیلی از شنیدن این خبر هم خوشحال شد و هم ناراحت. نمیدانست چه باید کند که خود را آرام نگه دارد. به دایه التماس کرد از پدرش اجازه بگیرد و او را به تماشای باغ و بوستان ببرد. حال که دستم از همه جا کوتاه شده است، میخواهم در سایه درختی بنشینم و دور از هیاهوی قصر گریه کنم. میخواهم با بلبلی که مانند من بار عشق را به دوش میکشد راز دل بگویم و از غمهایی که بر من رفته است ناله سر دهم. شاید بادی که میوزد خبری از آن یار سفر کرده ام بیاورد. شاید خاک اتراگین باغ که این روزها با وجود شکوفه‌ها زیباتر شده است قدری از سنگینی بار غم مرا کم کند و دردم را سبک سازد. میخواهم دل گرفته‌ام باز شود. به هوای تازه نیاز دارم. ماه هاست که در کنج این قفس زندانیم. حال که قیس به شهر و خانه خود رفته چه نیازی به زندانی کردن من است؟ از تو میخواهم این حرفها را هر طور که خود میدانی به پدرم بگویی و از او اجازه بگیری. دایه با مهر و صفایی مادرانه سخنان لیلی را گوش میکرد. او با همه ترسی که از پدر لیلی داشت بیدرنگ برای گرفتن اجازه به حضور او رفت. بعد از گذشت ساعتی با لبی خندان نزد لیلی بازگشت و گفت پدرت خواهش تو را قبول کرد. همکنون همراه با جمعی از دختران قبیله به بوستان می رویم. همانها که با تو دوستی دارند. لیلی از شنیدن این خبر شادمان شد. دایه نیز همانطور که بر او لباس می پوشاند گفت وصف زیبایی تو در شعرهایی که قیس سروده است تا اقصا نقاط عالم رفته است. دیگر همه می دانند که زیبایی و نقش و نگار هفت فلک بر چهره و اندام تو اثر گذاشته. گویی تو از 7 سیاره آسمان روشنایی می گیری و همه می دانند که تو ملکه بزرگ خوبرویان جهانی. تو نورافشانی خورشید را داری و ملاحت ماه را. تو چراغ فروزان این قصری. شوریدگان عشق از دیدن تو چنان به هیجان می آیند که زنجیر خود را پاره می کنند. اگرچه دایه برای خوش آمد لیلی قدری مبالغه می کرد، اما زیبایی او بر کسی پوشیده نبود. صدها جوان عرب آرزوی همسری او را داشتند. هرگاه که به یکدیگر می رسیدند در گوش هم می گفتند کمند عشقش تو را می خواند ولی تیغ مژگانش با آهنگی پرخشونت تو را پس می زند. سحری که در نگاهش وجود دارد دعوت کننده است ولی حرکت سرشار از امتناع ابروانش تو را دور می کند. دایه از پیرایش لیلی فارغ شده بود. قدمی به عقب گذاشت، لیلی را نگاه کرد و گفت صورت زیبایت مثل ماه شب 14 پرتلالو و درخشان شده است. دخترها همراه لیلی وارد شدند. شادمانه او را در میان گرفتند و با شور و نشاط زیاد رهسپار باغ شدند. لیلی در میان آن همه دختر زیبا باز هم چون گوهری تابان می درخشید. فضای باغ برای هر دل افسرده‌ای نشاط بخش بود و به حد کافی زیبایی و تراوت در خود داشت.
خنده شکوفه‌ها بر درختان مثل درخشش نیکبختان چشمگیر بود. گلهای زرد و سرخ در کنار هم منظره زیبایی را به وجود آورده بودند. رقص گلهای بنفشه در برابر نسیم گیسوی دختر بچه‌های بازیگوش را به یاد می آورد. گلهای انار سرگرم اندوختن دانه‌های سرخ در خود بودند. بلبلان نیز در میان انبوه شاخه‌ها نغمه سرایی می‌کردند. همپای آنها فاخته‌ای تنها روی درخت چنار قصه یار خود را می‌گفت. در چنان روزی که زمین و زمان از سرسبزی و شادابی موج می‌زد، لیلی به باغ رفته بود تا زیر سایه درختی بنشیند، تماشاگر باغ باشد و غم عاشقانه خود را به باد بسپارد تا شاید به گوش مجنون برسد. اما همین که قدم به باغ گذاشت، همراهان لیلی متوجه شدند که زیبایی و تراوت او از باغ هم بیشتر شده است. در آن روز لیلی آنچنان سرگرم بود که متوجه نشد برگ دیگری از سرنوشت او نوشته می شود. تا آن روز تنها مرد زندگی او مجنون بود، ولی در آن روز مرد دیگری وارد زندگیش شد. لیلی چند دقیقه در باغ گردش کرد، زیر سایه درختی نشست و با دخترکان همراهش بازی کرد. اما غم دلش سنگین‌تر از آن بود که همپای آن سبکبالان بیغم به شادی و جست و خیز برخیزد. از آنها جدا شد و تنها به گوشه باغ رفت. دوستانش که متوجه حال او بودند، او را به حال خود رها کردند. لیلی نشست و نگاه غمبارش را به دور دستها دوخت و بی آنکه سخنی بگوید در دل با مجنون حرف می‌زد. ای یار وفادار من، ای که چون من روز و شبت سیاه و پر از غم است. ای تنها کسی که در دنیا شایسته و سزاوار عشق منی، تو جوانی و جوانمردی را در وجودت جمع کرده ای. بدان که در چشم من تنها تو شایسته آنی که به این باغ بیایی و ساعتی در کنارم بنشینی. من به نارون نگاه کنم و تو به سرو، و در همان حال برایم نغمه های شیرین بخوانی. بعد به یاد آورد که پدر مجنون آمده و او را با خود به خانه برده است تا به دست مأموران پدرش نیفتد. لیلی با شرمساری به فرمانی که پدرش داده بود اندیشید. او در فکر بود که شنید رهگذری از پشت دیوار شعرهای مجنون را می‌خواند. با شنیدن این شعرها از رهگذر، حال لیلی دگرگون شد و به گریه افتاد. دایه به طرف او دوید ولی حرفی نزد و لیلی را به حال خود گذاشت تا از گریه سبک شود. در همین زمان بود که دایه متوجه حضور جوانی شد. جوانی که معلوم بود از قبیله آنها نیست. جوان بیش از حد به لیلی توجه داشت و حرکات او را زیر نظر گرفته بود. دایه با پرسجوی مختصر فهمید که اسم جوان ابن سلام است و ثروت زیادی دارد و در میان قبیله بنی اسد از شکوه و جلال بالایی برخوردار است. دایه اگر از عشق مجنون و لیلی خبر نداشت، بیشک از این پیش آمد شادمان می‌گشت. اما در آن حال از آمدن جوان دلشوری عجیبی به جانش افتاد و سخت آزارش داد. دایه آنقدر تجربه داشت که بتواند فرق این خواستگار را با سایر خواستگاران تشخیص دهد. به نظر او این یکی می توانست در کارش موفق شود. برای همین آمدن این جوان می توانست وقوع فاجعه ای را خبر دهد. دایه از پیش می دانست که لیلی جز با مجنون با مرد دیگری ازدواج نخواهد کرد.
این را بارها و بارها از خود لیلی شنیده بود و حالا با آمدن این جوان گویی درد و غم لیلی صد چندان می شد. دل دایه برای لیلی سوخت، او را در بغل گرفت و با مهر نوازشش کرد. ابن سلام که همچنان شیفته زیبایی لیلی بود از همراهان پرسید: این دختر که چون گلی میان سبزه ها نشسته کیست؟ تنها یکی از همراهان که لیلی را می شناخت جواب داد: او لیلی است، دختر امیر قبیله نجدیان. ابن سلام زیر لب گفت: چه زیبایی خیره کننده ای. ابن سلام چند لحظه لیلی را نگاه کرد و باز پرسید: این دختر به این جوانی چرا افسرده به نظر می رسد؟ گویی می خواهد گریه کند. مرد همراه از عشق لیلی و مجنون خبر داشت، ولی ترسید این را به ابن سلام بگوید. فقط گفت: همینقدر می دانم که تاکنون به همه خواستگارانش جواب رد داده است. قیس عامری هم یکی از خواستگارانش بود، ولی پدر لیلی قبول نکرد. ابن سلام با غرور که زائیده جوانی و خصلت طبقه اشراف است، شانه اش را بالا انداخت و گفت: ولی به من پاسخ رد نخواهد داد. دایه برای آن که لیلی را سرگرم کند و جلوی گریه او را بگیرد در گوش او گفت: آن جوان را نگاه کن، ببین چگونه به تو می نگرد. نامش ابن سلام است، از قبیله بنی اسد، هم ثروت و مکنت دارد، هم بخشش و سخاوت. لیلی در حالی که اشک چشمانش را با دستمالی پاک می کرد گفت: شما این همه اطلاع درباره این مرد را از کجا به دست آورده اید؟ دایی که فکر می کرد لیلی از ابن سلام بدش نیامده است گفت: مثل اینکه هنوز دایت را نشناخته ای، خیلی کارها از او ساخته است. لیلی که دیگر متوجه نگاه‌های مشتاق و توجه بیش از حد جوان شده بود از جا برخاست و گفت: دایه جان، زودتر دخترها را خبر کن، باید به خانه برگردیم. دایه که فهمید بیش از این نمیتواند از ابن سلام چیزی بگوید از او دور شد تا دخترها را برای رفتن خبر کند. دخترها آمدند و گرداگرد لیلی جمع شدند، طوری که دیگر ابن سلام نمیتوانست او را ببیند. ابن سلام متوجه شد که لیلی برای بازگشت آماده می شود. او هم به همراهانش دستور داد که برای بازگشت آماده باشند. وقتی لیلی به خانه برگشت غمگین‌تر از قبل بود. حالا دیگر با دیدن آن جوان اضطراب هم بر غم‌هایش اضافه شده بود. دوباره تنها چون مرواریدی که در صدف محبوس گردد به کنج خانه پناه برد. احساس می کرد چیزی راه نفس کشیدنش را گرفته است. فشار غم و اندوه دست قوی پنجه‌ای بود که گلویش را می فشرد. عاقبت کار به جای رسید که وقتی مادرش به دیدن او آمد نتوانست خود را نگه دارد و به گریه افتاد. حس می کرد به محبت و نوازش مادر نیاز دارد. مادر قدری او را نوازش کرد، سرش را به سینه چسباند و در گوشش کلمات مهرآمیز گفت. ولی این چیزها نتوانست از غم لیلی کم کند. مادر هم مثل خود لیلی نمیتوانست روی حرف همسرش حرفی بزند. به علاوه در باطن حق را به همسرش میداد و مخالف ازدواج لیلی با قیس بود، زیرا قیس را دیوانه میپنداشت و در پندهایش به لیلی او را از این بدبختی برحذر می‌داشت. لیلی تنها در جواب مادر گفت: مادر جان، به خدا قیس دیوانه نیست، عاشق است. چرا هیچ کس نمی‌خواهد این حقیقت را دریابد؟ ابن سلام وقتی به خانه برگشت
لحظه ای از فکر لیلی غافل نشد. چنان برای رسیدن به این دختر زیبا شتاب داشت که بلافاصله در صدد یافتن راه چاره برآمد. همه او را از این کار باز می داشتند و می گفتند لیلی دل به مجنون سپرده و خواستگاری هیچ کس جز او را نمی پذیرد. اما شوق دیدار لیلی چنان بر جان ابن سلام چیره شده بود که حرف هیچ کس را نمی پذیرفت و پندها و نصیحت‌های همه را ناشنوده رها می کرد. می خواست به هر طریقی که ممکن است به خواستگاری لیلی برود، او را عقد کند و به خانه بیاورد. سرانجام چاره کار را در آن دید که خوش‌سخن‌ترین فرد قبیله اش را پیدا کند و او را همراه با هدایای بسیار نزد پدر لیلی بفرستد. ابن سلام شخص مورد نظر را همراه با هدیه‌های گرانبها نزد پدر لیلی فرستاد و به او اختیار داد که پدر لیلی هر چه خواست بپذیرد، حتی اگر 1000 گنج باشد و هر تعداد اسب. پدر لیلی با دیدن فرستاده ابن سلام برخلاف رفتاری که با پدر قیس داشت، او را به گرمی پذیرفت و پذیرایی خوبی به عمل آورد. او می‌دانست که ابن سلام نه از جوانی و شجاعت چیزی کم دارد و نه از مال و ثروت. در پاسخ سؤال فرستاده ابن سلام پیغام داد: با این وصلت فرخنده موافقم، به شرط آنکه شما مدت کوتاهی صبر کنید تا دختر ما لیلی که مختصر کسالتی دارد از بیماری بهبود یابد. ابن سلام از این پیغام شادمان شد. تصمیم گرفت همانطور که پدر لیلی خواسته بود صبر کند و منتظر بهبود لیلی بماند.